همیشه عجله داشت، اما هیچ وقت آرام نبود. روزها را با فکر فردا می‌گذراند، شبها را با ترس عقب ماندن. یک شب تنها ایستاده بود و به آسمان نگاه می‌کرد. در همان سکوت یادش آمد شعری که روزی شنیده بود. این قافله عمر عجب می‌گذرد، دریاب دمی که با طرب می‌گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می‌گذرد. شعر ذهنش را تکان داد. فهمید خیام نمی گفت از زندگی فرار کن. می گفت زندگی را به تعویق نینداز. می گفت غم فردایی که هنوز نیامده امروز را از تو می گیرد. می گفت قافله نمی ایستد، اما می شود در همین لحظه با آن همراه شد. و او برای اولین بار ایستاد، نفس کشید و همان دم را زندگی کرد.